آقا من داشتم میرفتم حموم، بعد یهو دیدم این آینه هم خوبه بدن بدن و اینا، گفتم یه صحبتی بکنم. همه میگن داداش ما خیلی با تو حال میکنیم، تو خودتی. کی بهترم من؟ ادا خودم من در 2 متر قد، صبح بیدار شدم ورزش، لباسا رو اینجا چیدیم برای فردا، صبحونه درست کن بخور برو سر کار. داداش من گل میکشم، یادم میره بخوام ادای کسی در بیارم، بس برای همین ادای خودم رو در میارم که فل بدايه همه کارامو انجام بکنم دیگه، فکر نکنم بهش، چون اون خودش یه کاره بخوای ادای کسی در بیاری. رو این حساب بچه من طرفدار خودم هستم، فهمیدی چی شد؟ و یه چیز مهمتر، خودت با 6-7 ماه اول میگن دیوانه شده، مواد زده، خل شده، بعد یواش 3-4 صبح میان فالوت میکنن، طرفدارت میشن. پس اول مسخره میکنن، کسچر میگن، بعد میشن چی؟ طرفدارت. یادت نره داداش من، خودت که باشی نیازی نیست هیچی یادت بمونه، همین فل بدای کسچر رو شروع کن تا ته شب برو، همه عاشقت میشن.